باغو. در این منطقه یک ببری زندگی می کند. او در کمین است تا گاو ننه ژله‌ای را شکار کند. می دود و جفا می کوبد به باسن گاو و او را به پنجولهایش می مکد و دهن گاو را سرویس می کند و دست و پاهایش را قطع می کند. نوش جان می کند. چلو کباب گوزن ها خوراک اصلی این ببرها هستند. در شمال شرقی این منطقه اتفاق دیگری می افتد. در این قسمت آدمی ملعون و سینه چاک با شورت ماماندوز راه می رود و حواسش به پشت سرش نیست، چون اینجا سرخل زمین زندگی می کند. ژست می گیرد و حرکات کشیشیش را انجام می دهد. آماده حمله می شود و کون خود را می خارد. خارش او را در اعماق فرو برده و می پرد. او دهن زنکه ماماندوز را در هم می شکافد و روی آن اسکی می رود. او را شکار کرده و بدون اینکه او را بکشد می میلد و فنهای جان سینا و رامین رینز رو اون پیاده می کند و او را بو می کند و می گوید خدا حافظ عید آشان. دهن او را سرویس می کند و می گوید میاو. او تقلب می کند. در این منطقه پلنگ حریص دهنش آب افتاده و کونه او خیلی خوشمزه به نظر می رسد و صاف تو کونه او می رود و می گوید به به چه کونی، عجب رونی، نیست بالاتر از گوشت تو گوشت و باسن او را چاک می دهد و می گوید به به و به او سلام می کند و از پشت او را نصیحت می کند. او را با خود می برد و کونه او را می خاروند. او با اوج خستگی او را می کشد و دست و بال او را رنده می کند. کاری که این با اون کرد پدر او با این نکرد. به به شام امشب ردیف است. او غذای خود را میل می کند و بدون اینکه بذارد استخونش در بیاید همه را می میلد.
همین یه میمون با یه انسان جر و بحث میکنن سر یارانه خون، سر یارانه که میگه یارانه من از تو بیشتر. بعد با هم میجنگن. میمون تمام زورش رو میزند و چنگ میگیرد ولی بلندش میکند و میگد یا علی مدد و پرتاب میکند به طرف استرالیا. میمون بلند میشود تمام پررویی میزند تو دماغ او و سر او را از تن جدا و میرد با سر او دست و پنجه نرم و میگوید نرو، تو هم مثل من نمیتونی دووم